پارت دیگه. من ابوالکرافتم این سر میزنه زیاد، پس میخوام خودم اول معرفی کنم و به من میگن ابوالکرافت ترکه. تا قبلی اگه دیده باشید خودش معرفی کرد. زیر نظر بچه این رو گوش چرا میده؟ بچه یه سلوات هم بفرستید. بچه ما داریم تو روزه میگیریم و خیلی داریم زحمت میکشیم. از روزه زدیم اومد. در روزهای دیگه تو کارگاه. آقا تو کارگاه داریم کار میکنیم ولی برای شما هم وقتمون میزنیم، پس لایک و ساب کن. بچه ها دروغ میگه، ما فوتبال بازی میکنیم، یکم هم کمک میکنیم بچه ها این از صبح تا ظهر نمیاد ولی من از صبح تا ظهر کار میکنم. بعدش ایشون که بعد از ظهر میاد من کاری ندارم میرم میشه همین روم همه چیه و 2 نفر دوئل همه چیز به خصوص قدرت ها این بازی میکنم. من میخوام با این بیام. کریستیانو رونالدو دوست بچه من. ها هر کی رونالدو رو دوست داره سابسکرایب رو بزنه، هر کی مسی رو دوست داره بزنه توی لایک. بله هم که اگه مسی رو دوست داری لایک رو بکن، اگه رونالدو رو دوست داری ساب. من تو سولاخیم با چی کشتم؟ کجای بچه های نه رو گوشی من میبینه بی ادب. دیدید هدشاتش کردم؟ بچه ها خود 20 ماه مرده. بچه ها ببینید کلن اون بالا مدرک داریم، یه بار مردم. داداش دم فلکه نیا بیا پیش من. نصف جونتو برداری. حال کردی با من؟ حاجی داره جونم میره تمومه. ناموسن حال کردی؟ رفنی این واسه همینه. بچه ها ببینید چی بچه ها حرف زیادی میزنی. اینا بابا تو مگه نمیمیری؟ من نامیرا هست. وایسا خشام ندارم. ای داشتم تبر میزنم. بچه ها باورتون نمیشه من با این لولم همه چیزا دارم ولی اون زودتر مشروع کرد و هیچی ندارم. تو من کم بازی میکردم. بچه حال کردی خدا بچه ها من قبلا خب میرفتم کارگاه، گوشیم هم نمیبردم. این میومد تو کارگاه گوشیش هم میبرد، بعضی وقتا میشه پا کالاف. دروغ میگه. صبحا به هم وصل میشیم. آره راست میگه. اگه میخوای تو کامنت ها بذاریم آیا به هم وصل میشیم صبح و برای شما فیلم بگیریم. فقط صدای ابوال نیست. یس بعدیش بچه ها نمیشه آقا، این خیلی لایک و ساب یادتون نره. شاید خودم هم ویدیو بذارم فرقی نتیجه بچه ها حرف مفت زیاد میزنم، به حرفاش گوش نکنید. بچه ها فردا صبح معلوم میشه که شاید من استیل تو پخش زنده میذاری؟ بعض وقت بچه ها به نظر بچه حال کردی ناموسم حال کرد حسن نگاه کن فروش رو بودم دارم. بچه خواستم باید کات بزنم. بزن نه نمیزنم. بچه نمیزنه ترسوی کسافت. ببین بیای نزدیک پاره ای. یختم نختم. بذار ببینم اون بمبافت یا خدا زفتی. حالا ببینون
بچه منم دارم. بچه ها این حرف زیاد میزنه حرفاش گوش نکنید یکم کم داریم بابا میرم خودم استرامو شروع میکنم نه آل کردی ناموسم نوبازی دیگه در چه حد بچه ها این نوبازی بود تو کامنت ها بکن نوبازی بود یا نه بچه یه چیز دیگه هم تو کامنت ها بگید یوتیوبر بشم یا نشم من به نظر شما احترام میذارم این دلش میخواد آپاراتر بشه ولی من دیگه نمیدونم من برای بچه ها هر کاری نمی کنم مگه میشه به من میگن خفناش بایستا منم باید اسناد دارم من نمیدونم ای بچه های حسودیه بچه داره دورم میزنه تموم شد یس بچه ها بری کیف کنید بچه ها یکم برفاش گوش نرید خوبه آی مثبت 18 سال آقا از سولاخی که هم با چاقو در میشدیم در شد حله از اونجا در نشدم من یه جا دیگه خیلی خرید با گفتم من زپلش میرم بچه ها نگفتم آقا من فردا استرامم شروع من فردا براتون ویدیو میذارم حتما اینو مطمئن باشید بچه ها معلوم نیست به خدا میخوای بریم سینه زنی شروع شد بچه ها سینه زنی شروع شد بریم بابا ویدیو تمام بود بچه ها سینه زنی شروع شد ولی به خاطر شماست که نمیدید چه کاری کنیم که اپل خره این صدای لحظه مرگم اوی سمیونانه بچه یکی از ویدیوهای ما نوع سگ بازی همونه و این ویدیو همونه خنده دار باحال میکنه نه حسن؟ بله بچه ها حتما لایک کنین یادتون نره ما به خاطر شما نشستیم داریم بازی میکنیم مثلا من اصلا روزا با این دوئل نمیدم نگفتم ببین من اسنایپ برداشتم رفته اسنایپ برداشتم دلغه چیز دلغه چه چیزی هم هیچ حال کردی ناموسم بچه ها میشه بگی چطوری سینه خیز بشم بچه یه تلویزیون بچه ها من نمیدونم به خدا بچه واقعا اون لحظه چجور اومد نمیدونم بارمین گذاشته بودم دیدم او مای گاد داری؟ اه این او مای گوز هم نداره سیستم میونه و آخر ویدیو هم یه چیزی همیشه عادت داریم ما آخر ویدیو هم همیشه میگیم عجب سوسیس همش گوشگه بچه ها نگفتم من باش گوش نمیدم به خاطر شما نشستم میدم حال کردی ناموسم من کجا دیدم بچه این صدای لحظه مرد هم همیشه سوستم یونان آی خیلی باحاله یارو میگه Emotion damage باشه این خیلی خفن داره همه بچه اگه ساگوار فالو دارید اینو میدونید که میگه سوستم یونان من بچه نگفتم باش دوست ندارم گل بدم ببین میره چه توفنگایی برم داره فقط بچه ها نگفتم به خدا نگفتم آی 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 نگو بچه کجا گیر کرده؟ آیا امیدی هست به خدا بگو آی 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 بچه ها نگفتم باش دوست دارم دوئل بدم بچه این موزگا هم داره Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. مگه میشه نمیره کسی
هره صدا کر بچه میری پشت اون میشی Emotional damage. Enemy in sight. ساخته است بچه ها باید ساکت باشیم نمیشه واقعا حرف زد اینجا الهیا تکراندوز موسیقی الهیا دیدید به خاطر بچه شما ها رو بای زنگ بای گوش بای خدا حافظ واسه ای عجب Emotional بچه ها هرکی صاحب نکنه گیه هیچی گفت خدا حافظ صاحب کنید